ولادت خانم حضرت رقیه است. با هم روزی 315 مرتبه صلوات میفرستیم و هدیه میکنیم به خانم رقیه. اگر مشکل داری، گرفتاری، بچه نداری، بچت اذیتت میکنه، بچت درس نمیخونه، بچت شب نمیخوابه، کافیه نیت کنی و 315 مرتبه صلوات بفرستی و هدیه کنی به خانم حضرت رقیه. انشاءالله اگر حاجت روا شدی که میشی، بعد هر چقدر دوست داری عروسک، سنجاق سرگیر، سرکش مو، هر چقدر که در توانته بگیر و پخش کن به نیت خانم حضرت رقیه. هرچی تو خونه گم کردی، کلید، کارت، طلا، پول، هر چیزی خلاصه تو خونه گم کردی، کافیه این تکنیک رو انجام بدی، سریع و 3 سوته پیدا میشه. هر چیزی که گم کردی، مثلا کلید گم کردی، روی اون کاغذ بنویس کلید، بعد اون کاغذ رو تا کن، بذار لای قرآن، بذار لای قرآن آیه 107 سوره توبه، بعد ببین که چجوری 3 سوته پیدا میشه، تو سریع ترین زمان پیدا میشه. بهترین ذکر برای چشم زخم، ماشاء الله لا قوة الا بالله. 3 بار تکرار کن. مثلا رفتی یه جا مهمونی، بعد میبینی تو چشمی زیر نظری یکی چشت زده، بچه تو چش زده، یا حالت بده، سرت درد میکنه، 3 مرتبه بگو. این ذکر خیلی مجرب و قویه و هرچی چشم زخم و چشم نظره ازت دور میشه. برای پیشگیری هم میشه بخونی. مثلا داری میری بیرون یه جا مهمونی یا خونه کسی، 3 مرتبه بخون و برو. برای آرامش دل و دوری از چشم زخم و چشم نظر 3 مرتبه بگو. نظر بسیار ساده ولی گره گشا. اونایی که بچه دار نمیشن، بچه ندارن، در حسرت بچن، هرچی دکتر رفتن، دارو گرفتن، درمان کردن، نشد، با هم توسل میکنیم به خانم حضرت رقیه. روز 5شنبه 23 شعبان تولد ایشونه. یه لیوان آب بردار، روش 40 مرتبه بگو یا رقیه. بعد این لیوان آب هم خودت بخور، هم بده همسرت بخوره. انشاءالله اگر باردار شدی که میشی، بعد برای خانم حضرت رقیه 3 تا گیره سر، 3 تا کشمو، 3 تا سنجاق سر، 3 تا عروسک، هر چی در نظرت میگیری پخش میکنی. انشاءالله که دامنتون سر میشه. میخوایم با هم آرزو کنیم و حاجت بگیریم. کافیه موقعی که داره اذان میزنه دستت ببری بالا، میگی یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا ودود.